سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو یه ویدیو جدیده، ویدیویی که من میخوام بهتون 8 نکته کلیدی و مهم یوتیوب رو بگم که اگه این 8 رو رعایت بکنید 100% میتونید موفق بشید و کانالتون رو زودتر از چیزی که حد نرمالشه رشد بدید. یه چک لیست 8 تاییه که من آماده کردم براتون و الان مو به مو همه رو هم نام میبرم هم کامل توضیح میدم که چجوری عمل کنید و چیکار بکنید. بریم سراغ همونطور که میبینید این چک لیست من بگیرم اینجا که فوکوس کنه اگه بتونه. این چک لیست 8 تایی ماست که 8 تا مورد من رو این تخته برای شما نوشتم که الان یکی یکی نام میبرم و توضیح میدم. اولین موضوعی که برای کانالتون باید خیلی بهش دقت بکنید اینه که کانالتون باید یه موضوع واحد و خاص داشته باشه. مثلا اینکه شما میخواید ویدیوی گیم بذارید باید فقط روی یه گیم تمرکز بکنید، نه اینکه شروع بکنید به گیم گذاشتن و دیگه مثلا هم از پابجی گیم بذارید، هم از کالاف بذارید، هم از مانکرافت بذارید. اینجوری نمیشه، چون کانال شما چند رنگ میشه و مشترک خاصی برای شما گیر نمیاد. مثلا یه نفر که فن دو آتیشه بازی کالافه یا فن دو آتیشه بازی پابجیه دیگه نمیاد کانال شما رو ساب بکنه. این باعث میشه کانال شما سابش بپره، چون میگه مثلا این کانال برای من فقط آموزشی که من لازم دارم رو نمیذاره، داره همه چی میذاره. خب این به درد من نمیخوره، میرم کانال رو ساب میکنم که همه چی رو برای من نذاره، فقط اون چیزی که من میخوام رو بذاره، درست و دقیق، کامل و زیبا. مورد دوم که مورد خیلی مهمتریه این که طبق یه برنامه، طبق یه الگوریتم جلو برید. مثلا یه برنامه ریزی برای خودتون بکنید، مثلا به طور مثال هفته‌ای 2 تا ویدیو، 2 تا لانگ ویدیو، 2 تا شورت ویدیو بذارم. اگه اینطوری پیش برید، یوتیوب یه پلتفرمیه که مثل شرکت میمونه. این شرکت شماها رو استخدام میکنه. خب شما وقتی استخدام شرکت میشید قشنگ معلومه چه ساعتی برید، چه ساعتی بیاید، چی کار بکنید، چی کار نکنید، چه کارهای واجبه، چه کارهای غیر قانونیه. یوتیوب هم دقیقا همین جوریه، الکی به کسی پول نمیده، شما رو استخدام میکنه، از شما استفاده میکنه. همونطور که پول در میاره خودش، بعد یه مدت پول به شما هم میده 50-50 که خیلی راحت ترین راه درآمده تو این وضعیت که درآمد به ریال و همه چی به دلاره، خیلی بهتره. پس باید حواستون باشه حتما طبق یه برنامه خاصی جلو برید که یوتیوب بدونه شما مثلا روزهای دوشنبه رأس ساعت، حالا رأس ساعت جلوتر بهش میپردازم، مهم نیست زیاد، ولی مثلا دوشنبه ها شما ویدیو دارید و میاد سراغ کانالتون. اگه یه هفته دوشنبه بذارید یه هفته شنبه، الگوریتم یوتیوب نمیتونه بهتون اعتماد بکنه و ویدیوهاتون رو زیاد وایرال بکنه براتون. این نکته دومه. نکته سوم نظم تو انتشارتونه. تقریبا یه چیزی شبیه همین جلو روی طبق برنامه است، اما نظم باید داشته باشید. اینکه ساعت 8 ویدیو همیشه آپلود میکنید، اگه مثلا یه بار بیاید ساعت 9 صبح آپلود بکنید، همونطوری که گفتم ممکنه بازدید شما کم بشه. اینا همش نکات خیلی دقیقی که باید بهش دقت بکنید. یعنی اگه امروز 8 من این ویدیو رو آپلود بکنم، فردا 10 آپلود بکنم، خب یوتیوب یکم به هم میریزه و ویدیو شما رو کمتر وایرال میکنه. مورد چهارم اینی که موضوعهای وایرال رو خیلی روش مانور بدید. مثلا موضوعایی که مثلا تو این شرایط، مثلا شرایط فعلی دولت ما، موضوعات جنگی خیلی وایراله. خب مثلا کسی که رو موضوعات جنگی مانور میده تا کسی که روی مثلا موضوعات گیمی مانور میده، ممکنه ببینید خیلی ها ممکنه تو گیم پیشرفت بکنن، بستگی به استعداد و انگیزتون داره. ولی مثلا موضوعات جنگی میتونه بیشتر ویدیو شما رو در اختیار مردم قرار بده و وایرال بشه. پس روی این موضوع خیلی تاکید بکنید. گزینه پنجم استفاده از تایمه. یعنی تایم ویدیوتون نباید خیلی بلند باشه. مثلا ویدیوهای اول کانالتون نباید رو 20 دقیقه 30 دقیقه باشه. اینجوری مثلا یه نفر وارد کانالتون بشه میگه 20 دقیقه 30 دقیقه ویدیو رو بشینم نگاه کنم، حوصله ندارم، اصلا اوله ویدیوشه، به چه کارم میاد. ولی اگه 7 دقیقه باشه، 8 دقیقه باشه، کمتر نباشه از 6 دقیقه،
چون 6 دقیقه کمتر هم باشه جذاب نمیتونه باشه محتواتون. بین 6 تا 9 دقیقه بهترین تایمیه که شما اولای کار این تایم رو حفظ بکنید. 6 آپلود روزانه است که این برای یه سری افراد خاصه. مثلا میبینی یه نفر تایم آزاد زیادی داره، هر روز ویدیو آپلود میکنه، خب این چه اشکالی داره؟ باعث میشه یوتیوب زودتر اعتماد به شما بکنه. تو حالت عادی یوتیوب مثلا تو یه ماه به شما اعتماد میکنه، 30 تا ویدیو اعتماد میکنه. مثلا برای یه نفر 30 تا ویدیو تو یه ماه اتفاق میفته، برای یه نفر تو 3 ماه. خب کسی که تو یه ماه تونسته یوتیوب رو جلب توجه بکنه خیلی زودتر پیشرفت میکنه از کسی که تو 3 ماه تونسته برای یوتیوب جلب توجه بکنه. گزینه هفتم اینه که آقا اصرار نکنید به دیده شدنتون. مثلا یه نفر یه پیج فیک، ببینید مثلا با یه جیمیل یه پیج فیک میسازید، وارد کانال نمیشید، یه جیمیل میسازید، سری میرید کانال خودتون رو سرچ میکنید و ساب میکنید. خب یوتیوب اینو متوجه میشه که کار خودتون بوده. یا مثلا گوشی خانواده‌تون، گوشی اقوام رو برمیدارید، سری میرید کانال خودتون رو ساب میکنید. خب این نمیشه. اصلا این کار رو نکنید و خودتون اقدام به ساب نکنید، چون یوتیوب جلوگیری میکنه و کمتر ویدیوتون رو باز نشر میده، چون میگه خودش حواسش هست دیگه، من چیکار بکنم، کاری از دستم بر نمیاد. یوتیوب خیلی خیلی سختگیرتر و حتی باهوشتر از اون چیزیه که من و شما بخوایم فکرشو بکنیم و همه چیز رو متوجه میشه. گزینه هشتم رو تقریبا میشه گفت گزینه طلایی. وقتی شما این 7 مورد رو رعایت کردید، فقط صبر. یوتیوب فقط صبره. اگه صبر کنید همه چی اتفاق میفته. کانالتون پیشرفت میکنه. ببینید کانالایی هستن که یارو 2 سال صبر کرده تا به درآمد برسه، ولی وقتی رسیده درآمدش از با مثبت $1000 مثبت $500 شروع شده. خب یه نفر که صبر نکرده، تون خودش رفته با گوشی مادرش، با گوشی پدرش، با گوشی اقوام ساب کرده، یه ماه تونسته حتی تو یه ماه به درآمد برسه، ولی درآمد $2 $3. اصلا حالگیریه. واقعا فکر کنید یه مدت خیلی زیادی زحمت بکشید بعد اولین درآمدتون روی $1 $2 باشه. صبر کنید، حتما یوتیوب میدونه چی کار بکنه. من قسمت گزینه 2 جلو روی طبق برنامه بود. یه سری برنامه برای شما ها آماده کردم که تازه کانالتون رو راه اندازی کردید، طبق این برنامه ها جلو برید. به نظر من میتونید ساب خوب بگیرید و زودتر رشد بکنید. این اون برنامه هایی که برای شما من اگه بتونه بگیره. بله 3 تا مورده. یکی آپلود دیلی روزانه. آپلود دیلی و روزانه که تو گفتم دیگه، بستگی داره شما وقت آزاد داشته باشید یا نه، و اینکه خیلی بهتر به کمک پیشرفت شما میاد. دومی every over day فکر کنم درست میخونم، ببخشید من زیاد انگلیسی خوبی ندارم، یعنی یک روز در میان. این هم خوبه، ولی برای زمانی که شما مثلا 5 کاساب داشته باشید، اگه داشته باشید اینجوری آپلود بکنید مطمئن باشید پیشرفت میکنید. اما چیزی که به درد کسی میخوره که تازه کانالشو راه اندازی کرده، آپلود یک روز در میانه. لانگ ویدیو، شورت ویدیو، لانگ ویدیو، شورت ویدیو، لانگ ویدیو، شورت ویدیو، بلند، کوتاه، بلند، کوتاه، بلند. ببینید مثلا امروز ویدیو بلند آپلود میکنید، فردا شورت ویدیو، پس فردا بلند، پس اون فردا شورت ویدیو. اینجوری باعث میشه شما خیلی زودتر پیشرفت بکنید. این 3 مورد آپلود دیلی برای زمانی که شما 20K به بالایید. وقتی 20K به بالا باشید 100% آپلود دیلی خیلی به شما کمک میکنه. یا آپلود یک روز در میان برای 5K به بالاست گفتم. خب این خیلی به شما کمک میکنه، آپلود یک روز در میان با هر روز. و یه نکته‌ای هم که بگم فکر کنم یادم رفت، اینه که اگه یه ویدیویی میذارید، مثلا ویدیوی ترایناتولف، سعی کن نخندید، مثلا ویو خیلی خیلی زیادی میخوره، دیگه نمیتونید بیاید هر روز ترایناتولف بذارید. اونجوری مخاطبین خوششون نمیاد دیگه ببینن، جذابیت نداره. ولی اگه اتفاقا چون ویدیو خوب بازدید بخوره دیر به دیر بذارید، برای مخاطب جذابتر میشه و بیشتر دوست داره حمله ور بشه به ترایناتولف شما. این چند تا نکته‌ای بود که من گفتم حتما برای شما بگم، باهاتون در میون بذارم.
ایشالله که کمکتون بکنه زودتر کانالتون رشد بکنه. کانال منم حتما ساب بکنید، لایک بکنید، خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار تا درود دیگه، بدرود.